یافتن عروس از اینستاگرام برای بچه‌های زنگیر. حالا در بین بچه‌ها یک چیز مد شده است. استوریا میگذارند بچه زنگیرم صفات‌های دختر نمازخوان باشد، پنج پنجه شونار باشد و مرا باز اتمیتید میکنند. برای شما یک چیز رو میگم، اگر رفت من این اینستاگرام و یگون دختر از پادپیسک من با شما نویسد، قهرتون میکند، چون تمام سیکرت‌های واتساپ و تلفن رو میدوند. دوم اینکه پنج پنجه هنر میگوید. البته پنج پنجه اینستاگرام میشد. وقتی از اینستاگرام است، شاید در اینستاگرام هنری خوب دارد، لایک و کامنتاری و ریلز تماشا کردن و شاید 10 پنجه هنر باشد. پنج پنجه دیگه سوشال نیست، بیگو لایف و تیک توک و دیگر چیزها. بچو شما با این کارتون قدر خود رو در بین یار و دوستان پست میکنید. البته نصیحت نه، مصلحت میدیم که بهتر میشود که یگان کانتنتی پلیز نکرده بجای این گذارید و یا اینکه فکر و عقیده خود رو اوید یگان موضوع گوید، شاید برای مردم پسند میاد و شما در یک مدتی کوتاه قدر خود رو در زندگی پیدا کرده حتما عروسی بهترین خود رو میابید. و یا اینکه یگان هنر رو آموزید و برای عروس انتخاب کردن با پدر و مادر مراجعه کنید، برای شما انتخاب کنند کی با من هم فکر است، کی مقابل فکری من هست. فکرهای شما رو در کامنتاریا انتظارم.